6 میل گارد باز، دامنه تیره، مثل ماه سوزنیه، خیلی کنترل شده با فشار کم لاین تیره خودمون رو ایجاد می‌کنیم. با تریمر سفیدی فیدمون رو ایجاد می‌کنیم. 4.5 گارد بسته. طبق همون دامنه سفیدی که ایجاد کردیم، این تخلیه‌مون رو انجام میدیم. یا با گارد بازش صورت پرتابی نه اینجوریه، پرتابی توی دامنه مشخصی. با قیچی پیتاژ شونفه این قسمت که یه خورده تیره است و حجمش رو می‌گیریم، رنگش رو کم رنگ‌تر می‌کنیم. بعد نوک موها رو من دارم قیچی پیتاژ می‌زنم، عمیق نمی‌زنم که بخوام لکه ایجاد کنم. 3 میل گارد بسته، اندازه یک بند انگشت. خیلی تمیز این کارو انجام میدیم. خط صفرمون رو محو کنیم، به مشکل بر نخوریم. یکی از مشکلاتی که باعث میشه لایناتون رو گم کنید همین موضوعه. هم با گارد بازش یه خورده گارد می‌بندیم تا بتونیم خط رو کامل از بین ببریم. 1.5 گارد بسته، یک بند انگشت بزن. وارد قوس میشیم، با کورنر ماشین این لاین ایجاد می‌کنیم که فرم فیدمون به هم نخوره. با گارد باز لاینی که انداختیم رو محوش می‌کنیم. اینجا تراکم بالایی داریم، اینجا تراکم کمی داریم، اینجا هم تراکم بالا. از فشار تو این قسمت‌ها بیشتر به سطح پوست وارد میشه، تو این قسمت کمتر. گارد نصفه، کورنر ماشین. دقیقاً روی خط دارم کار می‌کنم. بالاتر نمیرم تا ایجاد لکه‌ای کنم. وقتی میرسم این قسمت تراکم کمیه، گارد ماشین بیشتر باز می‌کنم. قسمتی که خط میمونه با گارد کامل باز می‌کنم، با یه فشار خیلی کم با کورنر ماشین رو اون نقطه‌ای که تراکم بالاست کار می‌کنم. فقط با حوصله این کارو انجام بدید. با قیچی کات میایم رو قسمت کانتورمون کار می‌کنیم و اون قسمتایی که بلندتره رو با قسمت‌های دیگه هم سطحشون می‌کنیم. فقط در حد ریفاین کردن. خطوط خارجیمون رو می‌ندازیم. با همین شیورا میایم خطوط خارجیمون رو تمیزتر می‌کنیم. خود این قسمت‌ها رو سفیدتر می‌کنیم که فیدمون شارپ‌تر به نظر برسه. همونجوری که می‌بینید وقتی تمام لاین رو تمیز کار کنید نیازی به لکه‌گیری زیادی نداره. حالا برای اینکه فیدتون خیلی جذاب‌تر بشه یه خورده هاله‌گیری کنید و نقصای کوچیکی که تو فید هست رو از بین ببرید.